خب بچه‌ها بهم بگید جواب این سوال چی میشه؟ الف یا ب؟ الف. الف. ب. چطور میتونی اینقدر خنگ باشی؟ آفرین نبید، درست گفتی، جواب میشه ب. سلام آقا. بازم دیر اومدی سر کلاس. مگه دیروز به من قول نداده بودی دیر نری سر کلاس؟ بله آقا معلم قول دادم. منم بهت قول دادم اگه دفعه دیگه دیر بیای سر کلاس تنبیهت میکنم، درسته؟ آره درست آقا معلم، ولی من قولمو شکستم، شما مجبور نیستی به قولت عمل کنی. بیا پا تابلو این سوالو حل کن. اگه درست حل کردی میذارم بری سر کلاس، اگه غلط حل کردی میری دفتر. بیا بچه تکالیفتون رو بذار جلوتون بیام ببینم. تکلیف داشتیم؟ پس بقیه تکالیفتون آقا نوشتم. بقیه‌شو فردا بنویس برام بیار باشه.